میخوام صحبتمو تموم کنم اینجا در محضر آقا. در سال 88 ایشان یک نامه خیرخواهانه برای آقای خامنه‌ای نوشته، خصوصی، تایپ هم نکرده که بگیم بده دست تایپیست و فلان، با قلم نوشته، توی پاکت گذاشته، داده دست آقازاده آقای خامنه‌ای. آقا جون اسم شریفش هم بفرمایید. آقا محسن، آقا مسعود، آقا محسن، آقا مسعود. گفته من دوست دارم فقط اول کسی که میخونه این رو پدر شما باشه، آقا باشه. یعنی نبری بدی دست محمدی گلپایگانی و فلان و بهمانی، حتی خودت هم نگاه بکنی مثلا دیگه احترام کرده. گفت من دوست دارم اولی. بعد ایشان اگر خان خودش اگر مطرح کرد که من هیچ جا مطرح نمیکنم، اگه خودش نش بده خب خیلی هم من نمیکنم، ولی من تا در قید حیاتم و انشالله عمر ایشون تا ایشون هم در قید حیاتم من نش نمیدم تا اینکه ایشون خودش نش بده. ولی الان توی این وقایع در محضر آقا دارم خدمت آقای خامنه‌ای عرض میکنم که ایشان دوست داره اون نامه رو که ایشون اون روز برای شما نوشته خودتون نشر بدید. اگر اون نامه رو نشر بدید یک آبی بر تمام این خشم‌ها و نفرت‌های کوری که پیش آمده ریخته خواهد شد و یک نقطه عطف و تحولی در اوضاع ملک و ملت خواهد شد و برای شما صدقه جاریه خواهد بود و تا ابد نامتون به نیکی خواهد درخشید بر تارک تاریخ این کشور. چون نشر اون نامه یعنی اینکه حضرت علی یک تحولی در شما رخ داده و این نشر یعنی تلقی به قبول کردید، این رو قبول کردید، حرف رو و نصیحت و خیرخواهی رو که نشرش دارید بدید به عموم. لذا ما این آرزو رو داریم که در زمان حیات خودتون و تو همین روزها این نامه رو نشر بدید، توی صدا و سیما، توی روزنامه ها نشر بدید و دیگران هم خیرخواهان هم بیان بر اساس این نامه که به شما نوشته شده توسط این مرد خدا که میدانید امروز در کل ایران خیلی شما دوستدار دارید، ولی من یک نفر مثل محمود امجد در میان کل روحانیت نمیشناسم و کل عاشقان شما نمیشناسم که مثل محمود امجد صادق باشه نسبت به شما و همش فکر آخرت شما باشه. من دیگه نمیشناسم. نمیگم نیست ها. بسم الله، شما اون نامه رو منتشر کنید، هر کسی آمد به استقبال اون نامه پیداست این هم از عشاق صادق شماست. اون نامه منتظر هستیم. من احساسم اینه که در این ماه مبارک، ماه قرآن، این نامه منتشر بشه، همه توطئه‌های داخلی و خارجی همش نقشه بر آب بشه و نام شما بر تارک تاریخ این کشور و این ملت خواهد درخشید و مردم هم خشمشون اگر خشم خداست، عفو و صفحشون هم عفو و صفح خداست، قلوب هم دست خداست. تمام این مردم، حتی تمام اینایی که زخمی شدند و سوگوار شدند، مطمئنم وقتی یک همچین حریتی رو، این نقطه تحولی رو در شما ببینن، مثل خود حضرت حق میگن عفا الله عما سلف، یک تولد جدیدی را خواهد داد برای ملک و ملت. و السلام علیکم و رحمت الله.